دوستای خوبم سلام. بیا با هم پایه متوسط ببافیم. یه نخ دور قلاب میگیریم و قلاب رو وارد حلقه دوم میکنیم. نخ میگیریم و 3 تا حلقه رو یکی میکنیم. نخ میگیریم، وارد حلقه میشیم و دوباره نخ میگیریم و 3 تا رو یکی میکنیم و این کار رو تکرار میکنیم. نخ دور قلاب، وارد حلقه میشیم، یه نخ میگیریم و دونه ها رو یکی میکنیم و تا انتها این کار رو تکرار میکنیم. اگه این آموزش رو دوست داشتین برام کامنت بذارین. این پست رو سیو کنید که همیشه داشته باشید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین.